أسلمت روحي للإله. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران، دوستداران قرآن کریم. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر لحظه و هر روز زندگیتان در تعامل با قرآن کریم زیباتر از لحظات و روزهای گذشته آن سپری بشه. در برنامه‌های گذشته به همراه شما عزیزان در مسیر یادگیری روحانی قرآن کریم به درس‌های مهمی اشاره کردیم. حرکت فتحه، حرکت کسره و حرکت ضمه رو با هم دیگه یاد گرفتیم که به مجموع این سه حرکت فتحه، کسره و ضمه گفته میشه حرکات کوتاه. همچنین درباره ساکن صحبت کردیم به همراه شما خوبان و سروران و همچنین درباره تشدید و نحوه قرائت حروفی که ساکن دارند، علامت ساکن دارند و یا علامت تشدید دارند رو هم با هم یاد گرفتیم و تمریناتش رو هم با هم مرور کردیم. در برنامه امروز میخوام که درباره نکات مهم دیگری صحبت بکنیم. ما گفتیم که حرکت فتح، کسره و یا ضمه هر سه این حرکات کوتاهی هستند. صدای ا و او که زیاد نمیکشیدیم اینها رو. در مقابل این حرکات کوتاه ما در مصحف شریف حرکات کشیده‌ای هم داریم، حرکات بلندی هم داریم. در مقابل یک حرکت کشیده آ داریم. در مقابل که همان کسره هست یک حرکت کشیده ای داریم و در مقابل او که همان ضمه بود یک حرکت کشیده او داریم که در این برنامه و برنامه بعد ان شاءالله درباره حرکات کشیده آ، ای و او صحبت خواهیم کرد و اینکه چه موقع صدای آ میگیره یک حرفی و یا صدای ای میگیره و یا صدای او میگیره. امروز درباره این موارد با شما عزیزان در این برنامه صحبت خواهیم کرد و میریم به سراغ اولین صدای کشیده یا حرکت کشیده آ. تصویر رو با هم دیگه داشته باشیم. این صدای کشیده آ هست که به این شکل تلفظ میشه. البته شکل نوشتنش چون متفاوت است شکل‌های مختلفی داره، 2-3 مدل نوشته میشه. ما فقط نحوه تلفظش رو آوردیم و در مثال‌ها بهتر برای ما جا میفته که صدای کشیده آ چی هست. ما اگر به این تصویر دقت بکنید میبینید که ما الان صحبت از یک حرکت کشیده آ داریم. هر وقت ما گفتیم که حرکات کوتاه داشتیم، فتحه، کسره و ضمه و مقابلش حرکات بلندی داریم که آ، ای و او هستن و مرتبطن با همون حرکات کوتاه فتحه، کسره و ضمه. به عنوان نمونه اگر ما فتحه داشته باشیم روی یکی از حروف، اینجا چون اگر الف می آوردیم فتحه بعدش هم آ، چون تلفظش شکل آ است ما آ نوشتیم. در مثال ها برای عزیزان جا خواهد افتاد که مراد ما چیست. اگر روی هر حرفی از حروف الفبا مثل این الفبای عربی علامت فتحه قرار گرفت، اگر یک حرفی علامت فتحه داشت و بعد از فتحه حرف الف آمد، اگر روی یک حرفی حرکت فتحه آمد و بعد آن الف آمد، آن وقت آن حرفی که فتحه دارد با صدای آ خوانده خواهد شد. مثل این ب که حرکت فتحه داره، این میشه به تنهایی میشه به تنهایی خوانده میشه. اما چون الفی بعد از آن آمده اینجا دیگه نمیگیم میگیم با. گویی که این الف از اونجایی که همجنس فتحه هست او رو تقویت میکنم.
این فتحه‌ای که فقط صدای ب داشت الان الفی از جنس خودش داره که صدای آ رو برای ما ایجاد میکنه. آمدن الف بعد از فتحه سبب میشه که ما این فتحه رو بکشیم. هر جا شما فتحه دیدید روی هر حرفی بعدش الف آمد، اون موقع آن حرفی که فتحه داره با صدای آ خوانده خواهد شد. میشه با، نمیشه ب، میشه با. فقط به خاطر اینکه الف بعدش آمده میشه با. اگر به تنهایی می بود میشد ب، اما چون الف آمده میشه با. مثال بعدی ت فتحه داره بعدش الف آمده، اینجا هم ت دیگه نمیشه ت. اگر الف نبود میشد ت، اما چون الف آمده صدا کشیده میشه، میشه تا تا با تا. ثا ثا، اینجا سه با فتحه خودش الفی که بعدش آمده اون فتحه رو تبدیل به صدای آ میکنه. میکشیم صدای ا رو بیشتر میکشیم، میشه آ. ا بود میشه آ. ثا ثا. جیم هم همینطور، وقتی هر حرف جیم فتحه بگیره بعدش الف بیاد میشه جا ها خا. البته مقداری در تلفظ برخی از حروفی که الف دارن تفاوت وجود داره که انشاءالله در درس‌های پیش رو در مباحثی که مرتبط به تجوید هست انشاءالله مطرح خواهد شد. اما فقط در روخوانی همه حروفی که روی اونها فتحه قرار میگیره و بعدشون الف، آن حروف صدای آ میگیرن. ها خا. اگر خ تنها می بود میشد خ، اما چون الف آمده تقویت میکنه صدای فتحه رو. الف گویی که مثل بابای فتحه میمونه و اینجا دیگه در کنار این الف قدرت پیدا میکنه فتحه و صداش بیشتر میشه. خا نمیشه خ، میشه خا. در خط بعد همینطور حرف دال وقتی بعدش الف قرار میگیره دیگه نمیشه د، میشه دا ذا را زا سا شا صا ضا طا ظا عا غا فا قا کا لا. اینجا ما لام داریم که فتحه داره بعدش الف آمده، لام فتحه داره بعدش الف آمده میشه لا. مثال قبلیش و مثال قبلش هم همینطور بود. کاف اگر به تنهایی با فتحه میومد میشد ک، اما الف بعدش سبب شده تا بشه کا. لاب ماب ناب واب. واب فتحه داره بعدش الف آمده، واب به تنهایی میشد و، اما وقتی که الف آمده میشه واب. ه با فتحه به تنهایی میشه ه، اما وقتی که الف میاد میشه ها. یا با فتحه به تنهایی میشه یا، اما وقتی الف میاد میشه یا. یک بار دیگه از ابتدا این حروف رو با هم دیگه میخونیم تا بهتر جا بیفته. برای عزیزان قاعده کلی این هست: هر جا شما روی حرفی علامت فتحه دیدید بعدش الف آمد، آن حرفی که فتحه دارد با صدای آ خوانده خواهد شد. آ با. اینجا شما فکر کنید الفی است اگر قبلش فتحه داشته باشه دو تا الف پشت سر هم رو نمی نویسن، به این شکل نوشته میشه. به همین خاطر ما به این شکل نوشتیم. یک الف اگر فتحه داشته باشه الف بعدیش الف بدون فتحه‌ای باشه میان به این شکل می نویسن الف رو، به همین خاطر ما به این شکل نوشتیم. با تا ثا جا ها خا دا ذا را زا سا شا صا ضا طا ظا عا غا فا قا کا لا ما نا با ها یا. اینها حروفی هستند که به همراه فتحه آمده اند و بعدشان الف و صدای آ میگه. مثال های دیگر رو با هم دیگه داشته باشیم. الان ما در این مثال در کلمات نمونهش رو میبینیم. ما در مثال بالا الف به شکل بلند داریم، یعنی یک حرفی که فتحه داشته بعدش الف آمده. مثال اول رو ببینیم. اینجا حرف کاف فتحه داره بعدش الف آمده، نمیشه ک، میشه کا. کا نه، کا نه.
کان کان کان. مثال بعدی قاف فتحه داره بعدش الف آمده. قاف فتحه داره بعدش الف آمده. قا نمیشه، میشه قا. قا لا قال قال. مثال بعد با هم ببینیم. خ فتحه داره بعدش الف آمده، صدای آ میگیره. هر حرفی که باز تکرار میکنم، هر حرفی که فتحه داشت بعد آن الف آمد، آن حرفی که فتحه دارد با صدای آ خوانده خواهد شد. خا خاف خاف خاف. مثال بعد میم فتحه داره، ما کاف فتحه داره بعدش الف آمده، صدای آ میگیره. کا ما کا مکان مکان. اینجا نون چون ساکنه با این الف آخرش میچسبه به نون. مکان اینجا به این شکل خوانده میشه. البته غالبا حرکت داره، مثلا مکا نه یا مکا نه یا مکا نو. به هر حال یک حرکتی یا تنوین داره یا شکل‌های دیگری که مشاهده خواهید کرد. مثال بعدی این کسره داره، صدای ا میگیره. ب فتحه داره به تنهایی میشه ب، اما چون الف آمده بعدش صدای آ میگیره. با عبا عباد عباد. و ساکن رو هم همیشه مد نظر عزیزان هست. در درس‌های گذشته اشاره کردیم که ساکن با آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه، چه الف باشه و چه فتحه. عباد میچسبه به دار. عباد عباد. اینها مثال هایی هستند که الف رو ما به شکل کامل به شکل یک حرف بزرگ میبینیم، به شکل بلند نوشته میشه، چه خافه، چه مکان، چه عباد، چه قاله و چه کانه در این مثال. اما احیانا الف کوتاه نوشته میشه، الف کوتاه تنها. الفی که تنها نوشته میشه، این الف سرخی که اینجا در این مثال های پایین مشاهده میکنید، فرقی نمیکنه که الف به شکل بزرگ در مثال های مثل مثال های بالا نوشته بشه، یک حرفی فتحه داره بعدش یک الف بزرگی آمده، یا مثال هر الف به صورت کوچکی نوشته بشه، نه چسبیده باشه، به صورت یک الف کوتاه بالای یک حرف به تنهایی بیاد. در همه این مثال ها، چه به شکل الف به شکل بلند مثل مثال های بالا کانه، قاله و خافه، یا مثال های پایین، چه الف اینجا با رنگ سرخ ما برای شما عزیزان نشان دادیم، الفه، فرقی نمیکنه چه به این شکل نوشته بشه چه به این شکل نوشته بشه. شما در مصحف شریف در قرآن کریم وقتی که الف رو چه به این شکل ببینید چه به این شکل، تأثیرش یکیه، فقط نوشتنش فرق میکنه اما تأثیرش و قرائتش یک شکله. اینجا هم ما الان چطور میخونیم؟ ت فتحه داره میشه تا، ب فتحه داره میشه به تنهایی، اما چون بعد از به یک الف اومده، این الف دقیقاً همون نقش رو اجرا میکنه که الف بزرگ در مثال بالا ایجاد کرد. تا با فتحه بعدش الف میشه با. با را که تبارک تبارک تبارک. اینجا هم الف چون بعدش قبلش فتحه آمده، حرفی فتحه داره بعدش الف آمده، صدای آ میگیره آن حرف که ب هست. تبارک تبا میشه این شکل میخونیم تبارک. مثال بعدی اینجا الف فتحه داره، این ساکنه، ساکن با آخرین حرکت ما قبل باید خوانده بشه، کمک میگیریم از ما قبل میچسبونیم به این میشه ا. میم فتحه داره بعدش الف آمده، میم فتحه بعدش الف صدای آ میگیره. لوهم اعمالهم. مثال بعد اما چون بعدش الف آمده نمیشه میشه شا. گفتیم فتحه، یک حرفی فتحه گرفت بعدش الف آمد، چه کوتاه به شکل کوتاه نوشته بشه یا بلند فرقی نمیکنه، فتحه بعدش الف صدای آ میگیره. رقا ر کسره داره صدای ا میگیره. رقا. مثال بعدی ای ما، اینجا یا ساکنش افتاده، ای ما نوهم
نهم ای ما نهم. مثال بعد یو قا تلو یو قا فتح بعدش الف صدای آ یو قا تلو. مثال بعدی خط پایین میم تشدید داره با یک بار با حرکت ما قبل یک بار با علامت خودش خونده میشه. تشدید همیشه چون دو تا حرف از یک جنس بوده اولی ساکن دومی حرکت داشته برای ساده تر نوشته شدن به این شکل نوشتیم. یک بار با حرکت ما قبل میخونیم یک بار با فتح خودش ما ما ها فتح بعدش الف صدای آ میگیره ها امها توکم امها توکم یو جا دیلو یو جا دیلو یو جا دیلو ان زل نه نون اینجا ساکن بوده ان زل نه ان زل نه لام هم ساکن هست. مثال بعدی جن نه تو جن نه تو جن نه فتح بعدش الف صدای آ جن نه تو. مثال بعد که فتح بعدش الف صدای آ میگیره اکه بیرا. بریم به سراغ مثال های بعد. احیانا این الف کوتاه بر روی حروف دیگری هم قرار میگیره به ماننده این مثال الف کوتاه بر حرف یا میاد و یا الف کوتاه بر حرف واو هم میاد. اینجا این الف خوانده میشه و اون حروف خوانده نمیشوند. اون الف خوانده میشه اما حروف خوانده نمیشوند. مثالش رو با هم ببینیم. ذک را. الان این ز کاف کسره داره میچسبه به کاف. ذک مثال ذک را فتحه داره بعدش یا آمده. یا یک الف کوتاه روش است. ما در مثالهای قرآنی شما احیانا این الف رو روی یا میبینید. را فتحه داره بعدش الف آمده. الفی که روی یا هست. این یا خودش خوانده نمیشه. این الف حساب میشه اینجا. را بعدش فتحه آمده صدای آ میگیره. ذک را. مثال بعد ها دال فتحه داره بعدش الف آمده. این یای زیرش خوانده نمیشه. یا خوانده نمیشه الف خوانده میشه جاش. نوشته میشه اما خوانده نمیشه. دا. مثال بعدی عیسا عی این با یا عی سین با الف میشه سا فتح بعدش الف صدای آ میگیره. با اینکه اینجا یا هست یا خوانده نمیشه الف خوانده میشه. مثال بعدی تق ت به قاف میچسبه. تق واو بعدش الف آمده. تق وا. مثال بعدی سال صاد میچسبه به لام. لا لام بعدش الف آمده صدای آ میگیره. این یا هم خوانده نمیشه الف خوانده میشه. نوشته میشه یا اما خوانده نمیشه. لا. مثال بعد تن سا تزک کاف دوبار خوانده میشه یک بار با حرکت ما قبل یک بار با حرکت خودش. تزک کا فتحه داره بعدش الف آمده صدای آ میگیره. تزک این یا هم خوانده نمیشه. واو و الف بعدش آمده است یا که خوانده نمیشه. واو بعدش الف آمده صدای آ میگیره. وا. همینطور در این مثال هم اینجا را ساکنش افتاده ساکن داشته. اینجا ر ساکن است. گرچه علامت ساکنش از پیش ما افتاده. در مثال بعدی فسوا اونجا واو یک بار با حرکت ما قبل خوانده میشه. یک بار هم به تنهایی و. احیانا این الفی که قبلش فتحه آمده یعنی فتحه روی حرف قرار میگیره بعدش الف میاد الف کوتاه. این الف احیانا روی واو هم قرار میگیره که واو خوانده نمیشه. اینها رو من مثال ها رو به خاطر این آوردم که عزیزان دیگه هر جای قرآن کریم این الف کوتاه رو دیدن بدونن که چطور خوانده میشه. ولی روی یا باشه روی واو باشه روی حرف دیگری. اینجا دال بعدش دال فتحه داره بعدش الف آمده. الفی که روی واو هست اما خود این الف خوانده نمیشه.
خود واو خوانده نمیشه، جاش الف خوانده میشه. غ د غ د ت ت. این ت دو نقطه است در عربی، بهش تای تانیث گفته میشه، ت خونده میشه. هی که دو تا نقطه داره ت خونده میشه. غد ت. مثال بعد مش ک تن مش ک تن. اینجا مهم اینه که فتح بعدش الف آمده. تنوین رو ما ان در برنامه‌های بعد به تفصیل درباره صحبت خواهیم کرد. و ه د تون و واو فتح داره بعدش الف آمده. و ه د تون. ح یا فتح بعدش الف. ح یا تو ح یا تو. مثال بعد اب و بها اب و بها اب و بها. بریم به سراغ مثال های بعدی. تمرین های این درس رو با هم داشته باشین. فتح خلاصه درس امروز ما این بود که هر جا روی حرفی فتح آمد بعدش الف، آن حرف با صدای آ خوانده میشه. تابع تابع بات بات زاد زاد ران ران کان کان. کاف فتح داره بعدش الف اومده. کا کان. عاد الف این بعدش الف صدای آ. عاد. ضاق ضاق. نام نام. جاهد جاهد. سافر سافر. يشا يشاهد يشاهد. قال قال. جعلنا جعلنا. سافلها سافلها سافلها. أمطرنا أمطرنا. فتح بعدش الف صدای آ. ساکنم با ما قبل خونده میشه. أمطرنا. بریم سراغ مثال های بعدی. اینجا مثال های با الف کوتاه داریم چند تایی. سجا سجا. فتح بعدش الف صدای آ. سجا. مقابر مقا. فتح بعدش الف صدای آ. مقابر. فتح بعدش الف. ببینیم این همزه است، علامت این شش کوچکی که ما در فارسی مثل شیشه فارسی است همزه گفته میشه، روش فتح آمده میشه بعدش هم الف آمده میشه. یا دو تا داریم الان، یکی اینجا داریم فتح بعدش الف. یات آیات آیات. لا صا لسا. فتح بعدش الف. سا لسا. را راني لساهراني لساهراني. دعاكم دعاكم. طاحا. فتح بعدش الف صدای آ. طاحا ها. اینجا هم های اینجا یک الف کوتاه داریم، اینجا یک الف بلند داریم، هر دو تا یک تاثیر دارن. فتح بعدش الف صدای آ میگیره، این فتح بعد الف صدای آ میگیره. طاحا ها طاحا ها. سائله. سین بعدش الف صدای آ. سائله. فهدا. دال فتح داره بعدش الف صدای آ میگیره. فهدا. تکاثر تکاثر. کاف فتح داره بعدش الف. مناتا. نون بعدش الف صدای آ. مناتا. فأغنى فأغنى. أوحى أوحى. يضاعف يضاع. فتح بعدش الف. ضا. يضاعف. صبح. فتح بعدش الف. صبح
اخبارها فتح بعدش الف صدای آ. اخبار فتح دوباره بعدش الف صدای آ. ها اخبارها. این مثال ها رو عزیزان برای تمرین داشتیم. مثال آخر من سریعتر گذر میکنم. خاف علینا ارسلنا لما تشدید یک بار با ما قبل یک بار با فتحه خودش و چون بعد از فتحه الف آمده بار دوم با صدای آ خوانده میشه میم. لما ما دامت دو تا الف پشت سر هم میاد. ما دامت اعمالهم کما انجینا ابانا فتحه بعدش الف هر دو تا صدای آ میگیرن هم با هم نون. ابانا اضغاثو اینجا صدای آ میگیره. اضغاثو احلامین احلامین اینجا لام بعدش الف آمده صدای آ. بیما جناتو نون الف میگیره. جناتو لا فتحه بعدش الف خا اینجا الف میگیره. فا دوباره الف. سه تا الف داریم، یکی روی لام، یکی روی خا، یکی روی فا. چون هر سه تا فتحه دارن بعدشون الف آمده. لا تخافا جناحک نون فتحه بعدش الف. جناحک. به همین قدر اکتفا میکنیم در تمرین های این برنامه. خلاصه بحث برنامه امروزمون این بود که ما در قرآن کریم صداهای کشیده داریم که تکمیل همون صداهای کوتاه فتحه، کسره و ضمه هستن. فتحه به تنهایی میشه ا. اگر حرفی که فتحه داره بعدش الف آمد، چون الف حرفی است که هم جنس فتحه هست در حرکت، اون فتحه کشیده میشه، صدای آ میگیره، دیگه نمیشه ا، میشه آ. مثالهاش رو با هم ذکر کردیم. در برنامه بعد نشانه درباره دو حرکت کشیده دیگر صحبت خواهیم کرد. ای و او که به کمک کسره و ضمه اتفاق میفته. امیدوارم که نحوه تلفظ فتحه‌ای که بعدش الف میاد برای شما عزیزان جا افتاده باشه و انشاءالله که در برنامه بعد هم حتما بیننده برنامه خودتون خواهید بود تا ادامه بدیم آنچه که ما نیاز داریم برای تلاوت قرآن کریم و روحانی قرآن کریم که فرا بگیریم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. دارها